جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم جادو کردن. دوامی بگیم بیماریش، ناراحتیش 6 ماه دوام کرد. حضرت خراب شد، رنگ روش زرد شده. یک روز میگه با پوشم تا غلیده در فکر بود چی بیماری باشد که از دوا نمیآورد، از شفا نمیآورد، از بدن من دور نمیشود. پریشان گشتم. در فکر بود. میگه حتی حضرت خود نمیدونست که جادوش کرده. رب العالمین 2 ملائکه را فرستاد. وقتی حضرت میگه با پوش خوابیده بود و در فکر بود، یکی از اون ملائکه میگه در پایون پای از جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگر در تار سرش. بعد این ملائکه که در پایون پا بود میگه تار سر بودگی پرسی. گفت این مرد چی شده باشه؟ این مرد چیکار کرده است؟ بعد این ملائکه تار سر بودگی گفت که این مرد گفت جادوش کرده، سحرش کرده. و گفت سبحان الله، کی کرده است؟ حتی جناب پیامبر نمیدونست کی کرده است. این ملائکه پایون پا بودگی بپرسی گفت کی سحر جادوش کرده؟ تم فلان زن با واسطه فلان نفرها. بعد بو میگه این ملائکه پایون پا بودگی بپرسی او در چی جادوش کردن؟ او در دانه های شانه یا اینکه در گره های بند. با گفت در کجا هستن؟ یعنی با هم دیگر صحبت دارن ملائکه تا یک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدونه که چی گپ است. با گفتن در فلان غار در نزدیک فلان سنگ. وقتی جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم اینها را شنید از حالتش خبردار شد. بعد از اون رفت با اون غار اون سنگ برداشت، شانه را یا همون گرهی سحر جادو کردگی را پیدا کرد. این 2 سوره اون لحظه بعد نازل شد. سوره فلق، قل اعوذ برب الفلق، از تمام بدی هایی که از بیرون با بالا میان از او از خدا پناه طلب کردن است. و سوره ناس تمام بدی هایی که از درونت میزنن و زیر خودت میبرن